معلمون داداشی نوبانیت بغره چی میام دما با چی رو آباچی اهل جیت رفیقام و کابا شما هم اینجا این که هلو گورجس، خوش اومدید به رپ فضایی. خب امروز یه ویدیو داریم در مورد مجاز شدن رپ فارسی و چه روندی رو طی کرده تا الان و به کجا میرسه و چه رپرایی میتونن مجوز بگیرن و کنسرت بذارن. اصلا اولین رپری که مجوز گرفت کی بود و چه کسایی برای مجاز شدن رپ فارسی دارن این وسط قربانی میشن. لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید و اینکه خیلی هم دوست دارم نظراتتون رو راجع به مجاز شدن رپ بدونم. Let's go. خب الان که همین صفت داره توی سریال سیاسی نقش بازی میکنه، بدجور روی رضا گلزار رو کم کرده، بازم موضوع مجاز شدن کامل رپ فارسی سر زبون افتاد. ولی خب این رشته سر دراز داره. اول از همه رپ سبکی از موسیقیه که از اعتراض میاد و این تقریبا دلیل اصلی بگیر و ببنده این سالاست. ولی خب از رپ برای رسیدن به منافع سیاسی هم توی زمان خودش استفاده شد. یکی از آثار انتخابات 96 این بود که همه با موسیقی صلح کردن. خلاص توی ماجرای رپ اولین کسی که تونست مجوز بگیره کسی نیست جز یاسر بختیاری. خب یاسر رپری بود که شروع کارش با موزیک بم در حمایت از مردم زلزله زده بم بود. بعد از اون توی سال 85 که قضیه زهرا امیر ابراهیمی پیش اومد، با بیرون دادن موزیک CD رو بشکن تونست تاثیر زیادی روی جامعه بذاره و بعد مدتی تبدیل به اولین رپر شد که برای کاراش تونست مجوز بگیره. توی سال 89 هم با بازی توی فیلم رد پشت به سینما باز شد. ولی سال قبلش یعنی سال 88 سروش کس با بازی توی فیلم کسی از گربه‌های ایرانی خبر نداره که به طور بدون مجوز ساخته شده بود زودتر از یاس اقدام کرد. آره همین صفت تنها کسی نیست که فیلم بازی میکنه. حالا از گذشته برگردیم به آینده. خب رپ همونطور که میدونید چیزیه که مردم مخصوصا نسل جوان بهش اهمیت میدن و چیزی نیست که بشه نادیدش گرفت و در کل به صورت خلاصه بیو داره دیگه. حالا برنامه ساز و نویسنده ایرانی برای اینکه کاراشون ترند بشه از رپ به نوعی استفاده میکنن. ما هی باید سعی کنیم خودمون نزدیک کنیم به این نوجوانی که الان رپ مسئله شه. ما کی رپ مسئله‌مون بود؟ ما رپ چیه؟ رپ بابا. حالا یا تیکه میندازن یا به مسخره رپ میخونن. الان که دیگه دارن رپر دعوت میکنن برنامه هاشون. یکی از این افراد امیر خلوته که حضورش توی برنامه به وقت بهار حاشیه ساز شد و بعد از اینکه مردم به طور مفصل بهش پرداختن اومد و توی استوریاش یه سری توضیحاتی داد. به دعوت یکی از دوستای خوبم توی این برنامه شرکت کردم. یه وصله‌هایی به ما نمیچسبه که اگه میچسبید ما هم خیلی کارا رو نمیکردیم و ما هم خیلی الان اوضاعمون متفاوت. این بیچاره بعد اینکه زیر اون همه لباس داشت قوی میشد الان صداش باز شده داره محملات میگه. ولی من با بخش دوم صحبتش که در مورد کنسرت گذاشتن رپراست موافقم. من تو همین برنامه وقتی ازم پرسیده میشه نظرت راجع به کنسرت رپرها تو ایران چیه، میگم اگه قراره براش حد و مرز و چارچوب تعیین بشه و 40 تا دست توش دخیل بشه همون بهتر که نشه. در کل مجاز شدن رپ حرفش هست. حالا در ادامه این که گفتم دارن از رپ استفاده میکنن، سر قضیه جدا شدن هیچکس از ملتفت و اون حرفایی که فدایی زد. فدایی گفت که هیچکس از شخص رفسنجانی پول گرفت و توی سال 84 آهنگ با هم رو براش ساخت. حالا انتخاب چیه؟ حق ماست، نمیخوایم بذاریم بیاد بالا هر کی خواست. من از بین بد و بدتر انتخابم بده، این نظر من بود. حالا خوبه یا که بده بگذاریم کاری نداریم. حالا در زمان اعتراضات یه سری رپرایی تولید شدن که اصلا خودتون ببینید. نماز میخونیم نحن صامدونیم، پا در رکاب میمونیم نحن صامدون. فقط هم این نیست. وقتی واکسن و برکت اومد یه سری از رپرها به اصطلاح برای حمایت از دانشمندان ایرانی رفتن و واکسن زدن. یکی از این افراد MJ بود. یا اینکه توی شبکه نمایش خانگی از چیزایی که خیلی وایرال شد رپ خوندن روزانیکا بود که توی برنامه جوکر اجرا شد و واکنشایی هم از افراد معروف در پی داشت. جدا از همه چیز یه سری از رپرها مثل تتلو و آرمین تو FM همه کار کردن برای مجوز. مثلا تتلو اون موزیک معروف در مورد انرژی هسته‌ای رو خوند و کار دیگه و آرمین هم نتونست 2 سال کار بده تا بهش مجوز داد. از اون ور کسایی هم هستن همینطوری کشکی دارن کار میدن و کنسرت میذارن. کنسرت پارسال چرسی که توی تهران بوده و پلیس ریخت همه چی خراب شد با اینکه بلیتاش سولدت شده بود. حالا وقتی از وزیر ارشاد میپرسن مجوز کنسرت رپ صادر شده اینطوری جواب میده.
نه خیر این یک اشکالی بوده که پدید اومده. ما هیچ مجوزی صادر نکردیم. معاونت هنریمون امروز اعلام موضع میکنه. دوستان ویدیوهای بیشتری در مورد مجاز شدن رپ فارسی قرار بسازیم، ولی خب این ویدیو چطور بود به نظرتون؟ اگه دوست داشتید حتما لایک و سابسکرایب فراموش نشه و اینکه نظراتتون هم کامنت کنید. تا ویدیو بعد میبینمتون.